بالاخره پیداش کردم. صراف بستری نو برای سرمایه گذاری در طلا و ارزهای دیجیتال. نصب با شماره گیری ستاره 500 ستاره 500 مربع. من دنبال یه آدمی میگردم به اسم عطا مشرقی. آره خدا. یه مرد محترمه خوشپوشه و خیلی خیلی باهوش. اسم شریفتون چیه؟ من عطا مشرقی هستم. یه لب 12 هزینه چقدر میشه؟ یه لب 2 بعد از ظهر. کل هزینه‌ات با من. حواست باشه لب به لب نشه. ماکسیرول بهترین دوست خونه‌های شاد و پرماجراست. ماکسیرول ابردستمال در همه حال. کیولین شما را به دیدن این سریال دعوت می کند. اون کافی شاپ برای من ارزش خیلی زیادی داره. آخه من پدر دردونه رو اولین بار اونجا ملاقات کردم. ببینید فعلا من قصد نداشتم اونجا رو اجاره بدم، ولی خب مامان به خاطر عمو جهانگیر. آشپزخونه‌اش اونجاست. زیر زمینم داره. مامانی ما الان تو کافی شاپیم. من تمام سیستم‌های بانک هک کردم. خب مامانی بهم افتخار می‌کنی؟ دلارا رو می‌خوای منتقل کنی؟ بله. سپاس بیکران بالا. تو به عشق در یک نگاه اعتقاد داری؟ نه آقا این سوسول بازی مال آدمای ضعیفه. ببخشید خانم فرمزی. شما میدونین که کف زیر زمین رو چقدر بتون ریختن؟ شما کجا میدونی شوهرم عاشق کف زیر زمین بود؟ نمیتونیم آگهی بدیم که یه تونل کن حرفه‌ای نیازمندیم. ناصر تونل ملقب به موش کور. مطمئن بودنش هم من تضمین میکنم. فقط الان به خاطر 70 میلیون تومان زندانه. اینا پولای ما رو گرفتن، میدونی رفتن نقشه خریدن باش. الان هم میخوان گنجو بکشن بیرون. این حلقه هایی که ما امشب از دستمون در آوردیم برای فروش از شب نامزدیمون توی دستمون بوده. سیمین جان. جانم. حلقه تو یادت رفت بدی. بازم ببخشید. دیشب دیدم دوباره دستت کردی و گریه کردی. بیدار بودی؟ بله. پس چرا هیچ حمایتی نکردی تا آروم شم؟ خجالت کشیدم. قبلا همش ازم حمایت میکردی. الان چی شد؟ ببخشید. کیه؟ حتما از بانک اومدم برای کارشناسی. بذار من برم دست به سرشون. نه بد میشه. قربان کارشناساییتون. کارشناسایی لطفا. قربان استاد عزیزم. سلام علیکم. سلام علیکم. من میگم اصلا ما اومدیم خونه به این زیبایی داریم میبینیم اما اتاق خواب ندیدیم. اتاق خوابا کجایه؟ خوابا بالاست ولی بچه ها خوابن. بچه ها خوابن. اشکال نداره خیلی آروم بیدارشون میکنیم. با اجازه. سیمین جان به نظر دیگه یکم عجیب غریب نمیومده؟ خیلی هم عجیبن. جهان زودتر اینا رو بفروش. ناصر تونل بیاد کمک کن بلکه بتونیم خونه رو نجات بدیم. باشه. برو سلامت.
کاش رفته بودیم دم زندان دنبالش. من دارم از دست میرم تا برسه. هرس نخور مامان جان. هرس نمیخورم، میگم دارم از دست میرم. این تونل یه خوبی که داشت باعث آزادی یه زندانی شد. اگه بچه کوچیک داشته باشه که چه حالی بکنه. به عمومون حسوده میشه، تو بدترین شرایط هم خونسرده. آره. یه جمله از من به یادگار داشته باشین. وقتی کارتو درست انجام میدی آرامش خودش میاد سراغت. آفرین. حالا فامیلی چیه ناصر تونل؟ نمیشه که تونل آقا صداش کنیم؟ خب میتونیم صداش کنیم دایی تونل. شوخی بی جایی بود، ببخشید. خوشحال. چه دل به نشاطی تو. چه فرق میکنه؟ ما هم نمیدونیم یارو چرا افتاده زندان. زن داره نداره، بچه داره بچه نداره، اگه بچه داره چند تا، اگه نداره چند تا. وای چقدر سوال دارم. ببین این آقای اومد یه نیم ساعت بدینش دست من. ای باش. هنوز افتتاح نشده. ایشالا از چند روز دیگه. بفرمایید. افتتاح نشده، بفرمایید. من ناصر تونل هستم. فشارشو پیدا میکنی باز بگرد این واقعا از سراتر کردی 20 مرتبه. نیست حلقه مادر بزرگت. وای دادیم اینو در بیاریم. کی؟ این میشنوه؟ این نه گوشش کار میکنه، نه چشش کار میکنه، نه دستش کار میکنه، این هیچش کار نمیکنه. این پرسه با این همی الان تونل زدن شروع کنیم وقتی تموم میشه که هم سن سال الانشی. آقای اون شما توضیحی نداری؟ توضیح دادنشونه ضعفه. یه مدت زندان بوده شکسته بودم. این شکستگی مال 60 سال پیششه. این الان در حال گسستنه دیگه. متاسفانه ما عادت داریم نیمه خالی لیوانو ببینیم. نگاه چه ناز خوابیده. آره ما حلقه همونو دادیم، یادگار مادر بزرگ جهانو دادیم، این بیاد جلومون ناز بخوابه. این ناز اشکال نداره. اگه میخواست ناز بخوابه خب تو همون زندان میخوابی. چرا باید زابراش میکردیم بیاد اینجا ناز بخوابه؟ اینو چرا زابراش کردیم؟ من نمیدونم. تا زندان نبسته مجید اینو ببرید پس بدید، حلقه همونو بدید جهان. که مگه کجا کار نداره؟ نمیخوام زندان مرجوعی نداره. ما الان باید ببینیم زن و بچه این کجا هم داره نداره. تو این همه سالی که نبوده این چیکار میکنه؟ نایید خانم چی داری میگی؟ این 70 ساله یا تو زندان بوده یا تو تونل. کی وقت کرده زن بگیره بچه دار بشه؟ ببین آقا جهانگیر فیلم نمیبینی دیگه. بعد اندرزگو بیشترین وصلت‌ها و آشنایی‌ها و خیانت‌ها تو طول تونل اتفاق میفته. حالا شاید بشه از تجربهش استفاده کرد. این باید تو محیط قرار بگیره تو خودشو نشون بده. شما حرفه‌ای‌گری رو نگاه. قبل از اینکه بیاد اینجا محل رو ببینه رفته نقشه رو کشیده. نقشه رو دیدم. عدلیه، نظمیه، آب انبار نصرت آقا، مشاط خانه توران. مشاط خانه کجا؟ آرایشگاه. ولی این نقشه‌ای که ما دیدیم خوراکش مال جنگ جهانی آقا شیرین مال اون زمانه. با این نقشه تونل میکندیم وسط متفقین میومدیم بیرون. جهان نخند. مامانی بخوام همه مشکل ما این ور نیست. من همیشه نقشه پیدا نکردم از گفتم بچه‌م مشکل داره. اینم بالاخره یه چیزایی ایراد کرده. ببخشید. این ببخشید شما الان به چه درد ما میخوره؟ این اشتباهات الان ما رو عقب میندازه. شما حرف نزن. الان نمونه کار زندت اینجاست. شما حرف نزن.
سعید مطمئنی تو ماما همه سیستما رو چک کردی؟ مامانی ببین من همه سیستما رو چک کردم دیگه، فقط همه سیستما رو چک کردم. اتاق من مشکوکم با اتاق رئیس. اینا واسه بود دیدی که دوربینم نداره. من نگم چقدر اینجا مگه اتاق رئیس سیستم داره؟ سیستم داره. شبکه بس نیست. خب دوربین نداره من نمیدونم. خب دوربین نداره. پرس بردن نداره که دوربین نداره. ببخشید بحثتون خیلی مهمه ولی این وسط افتتاحیه رو ازش غافل نشین. من به خانم فرامرزی قول دادم باید 2-3 روز دیگه افتتاحیه. تو 30 سال پیشم به من قول دادی خوشبختم کنی. الان بدی خوشبختی خوشبختی ما بدید ناز خوابیده ماما راست میگه دستنهای. خب چیزه میخواین من به ملیسا بگم که بیاد اینجا کمکمون کنه ها پدر؟ موافقی من به ملیسا بگم بیاد اینجا کمکمون؟ ما تو زمان ساعت اداری که نمیخوایم زمینو بکنیم، اصلا بهش نمیگیم که ما میخوایم تونلو بکنیم. میتونی کنترلش کنی بگو من تابع جمعم و هر چی شما بگید من نمیخوام حرف من میگم پدر جان موافقی پدر جان من بگم ملیسا بیاد؟ پدر جان من بگم ملیسا بیاد. آره قربونه گفتم اگه میتونی کنترلش کنی بگو خوش میبارم با این ملیسا جانم اوکی شد. نه اولش مخالفت میکردن بعد من یه داد زدم سرشون همه ترسیدن به خودشون گفتن چشم آقا مجید هرچی تو بگی. الهی دورمون قلبت بگرد. میبینمت ملیسا بالاخره میبینمت. بیا اشکنه دستشون آقا ایرج که اینجوری ضعیف کوچت نکنن. این چرت و پرت اینجا گفتی جای دیگه نگیا. الان همه باور میکنن من کتک خوردم. همه که جنگی نیستن. به همه میگیم ایرج عقاب تصادف کرده. آفرین تصادف خوبه. پس فیلم کتک رو از گروه اهالی محل پاک کنم دیگه. چی؟ مگه فیلم گذاشتی تو گروه؟ بله خدا رو شکر خیلی هم بازخوردها مثبت بوده. بالای 50 تا استیکر خنده گرفته آقا. علی آقا زده دارن باهاش دست رشته بازی میکنن. عمو کامبیز نوشته دارن باهاش روپایی میزنن عقابو. منوچ زده که این عقاب یا شغاله داره صدا میده. خیلی لفظای خوبی میاد. لفظای خوبی میاد. دهنتو ببند. کسی هم هست احیانا این فیلمو ندیده باشه؟ بله فقط اکبر آقا گفته بود فیلتر شکنم وصل نشد، عذرخواهی کرد گفت بچهای محل میگیره میبینه. اکبر ندیده. آره تو یه بی شخصیت جلبک به جایی که واسطی مستند منه بسازی بس کتک خوردن نمیتونستی بیای جلو کمک کنی؟ آقا ایرج شما رو وقتی دارن اونجوری میزنن من غلط بکنم اصلا پامو بذارم جلو. خدا. آقای محترم اون روز شماره منو گرفتین گفتین پروتکل امنیتی محل است منم دادم. این پیاما چیه میفرستین؟ بازم مشکلی بود بگو دیگه که مزاحم نشدن. حواسم بهتون هست. چی ان اینا؟ سپیده خانم اینا برای اینه که به محله حس امنیت بدم. ساعت جفت چرا میفرستی؟ خب خیلی اتفاقی جفت شدن. جفت شدن؟ من نفهمیدم. حالا چیه خانم مشکلتون چیه؟ من به خاطر شما اون دوتا گردن کلفت و کتک زدم. کتک زدین؟ فیلمتون پخش شده ندیدین؟ الان بزن نگهبان کتک‌خور فیلمش بیاد بالا. خیلی هم بامزه است. نه البته سپیده خانم اینو به شما بگم اون فیلم تختی شده است. یعنی ادیت کردن. تمام کتک زدن‌های منو در آوردن. بله. ایرج از امروز با یه آرزو زنده است سپیده خانم. اونم چش تو چش شدم با این دوتا نامرده. خب اون روز من نمیدونم کی شماره‌شون رو انداختن تو کیف من. میخوایم بدم بهتون زنگ بزنیم بیام؟ خدایا من این همه آرزو دارم. باید این برآورده میشد. به هر حال تربیت خانوادگی من اجازه نمیده خیلی حرفا رو بزنم. فقط همینو بگم که به کمک شما احتیاجی ندارم. در ضمن 2 روز دیگه ما افتتاحیه کافمونه. من و خانواده‌ام 1000 تا گرفتاری داریم. دیگه پیاماتون رو نبینم. چشم. چرا برای افتتاحیه تبلیغات نمی‌کنید سپیده خانم؟ میخواید ما تراکت پخش کنیم؟ آخ به خودمون مربوطه. عزیزم رفت. فهمیدی چی شد؟ آخ به خدا اگه فهمیده باشی. هم غیر مستقیم گفت نگران سلامتی منه، هم غیر مستقیم منو به افتتاحیه کافه دعوت کرد. دیگه چه جوری درست؟ آقا ایرج خیلی غیر مستقیم نبود؟ تو تا بخوای بفهمی حرف خانوما رو پیر شدی. ببین این رابطه تازه داره اوج میگیره.
سلام سیمین. سلام. چه خبره؟ چی شده؟ میخوای صحبت کنم رسمیت کنم استخدام بشی اینجا؟ این فلش رو سعید داد. جهان چشمک نزن همه دوربینا میبینن. گفت سر فرصت اینو بزنی پشت کیس کامپیوتر رئیست، میخواد اطلاعاتشو کپی کنه. میخوای لباس نینجام بپوشم؟ مگه قرار نبود من هیچ کاری نداشته باشم فقط بشینم عقب؟ الان وسط پیشونی قد حملم. چاره نیست سیمین جون، باید اطلاعات بانکتون رو به دست بیاری. ببین کیا میره دستشویی؟ جدول زمان بندیش دست من نیست. هر وقتم از اونجا میره بیرون در واموندهش قفل میکنه. پس باید بری تو اتاقش، از قفلتش استفاده کنی، اینو بزنی پشت کیس کامپیوترش. خب میخوای با تمرین کنم؟ ده بله جانم. آقای رئیس بله. یه سری پرونده هست، شما باید اینا رو امضا کنید. ببینید این چی شده؟ چی اینا رو ببینید شما اینا باشه شکی پری خانم چیلی بربری ببخشید ببین چی کردی ما رو زندگی بربری ببار همه من خانم چی دست من ببخشید آقا ریبری نیمیشه این کاغذ دست ما برای یه بر پاک کن همه رو ببینید که صافت چی شرمنده من کیرا با بری بیگان من بوداره تمرین نمیخواستی نه؟ بیا بخور فشارت نیفته بیا. پرونده دستم لیست خورد دیگه. ببخشید اینکه مادر بچه‌ات تبهکار مادرزاده نیست. اشکال نداره فدا سرت. حالا با هم دیگه میریم پیشش. خب من پوششت میدم. آره جان غافلگیرش میکنیم، گاز انباری از دو طرف میریم محاصرش میکنیم. چی میگی؟ چی با خودت فکر میکنی؟ بانک اینجا بگم تو برای چی اومدی؟ یه فکری به سرم زد. مگه بانک چسبیده به کافی شاپ نیست؟ اینا که بالاخره ما رو میبینن، میریم دعوتش میکنیم واسه افتتاحیه. ها چشمک نزن جهان. چشمک نزن. بریم. سلام علیکم. خوب هستین آقای رئیس؟ اینا رو بفرمایید نگاه بکن. ببین خانم اومد تمام اسناد مدارک همه دا میز ما رو به خاک و خون کشید. این همسر ما عادت داره هر جا میره به خاک و خون میکشه. من حالا واسه چی خدمت شما رسیدم؟ خواستم ازتون دعوت کنم تشریف بیارین افتتاحیه کافی شاپ ما. و به سلامتی. کی؟ کجاست؟ کی الان؟ مثلا الان یکی برای چی؟ همین نزدیکی هست. دیگه گفتیم بچه ها بزرگ شدن یا آباری کی باشه برامون. آها به سلام. با من صحبت کن شما جانم. آن چشم شما میاد مثل که ضعیف‌تر شده. بله اینجا بهتر میبینم. اما داری اسکپ می‌کنی برای تار پول منو داری می‌بینی. سیمی جون بزن تو. بله. من بگو پس این چند وقته بره چی هی خانم داره همه مرخصی میگیری. یعنی به اندازه تمام طول خدمتی که داره انجام میده همه مرخصی میگیره. آره دیگه منم برای همین الان خدمت شما رسیدم که هم دعوتتون کنم هم تشکر کنم بابت این همه مرخصی که به خانومم دادی. اجازه بده ماجد کن. سیمی بزن. سلامت. آقا عنایت کن. شما هفته یه بار تشریف بیار یه دوتا ماش از ما بکن. این تو خودت میریزی اینجوری یه دفعه تلمبار میشه. من واقعا فشار داره به میاد. همینجوریه عادت داره وقتی که خیلی دوست داره. آقا میخچالچی شما رو خیلی دوست داره همینجوری این کارا رو میکنه. افتتاحیه میبینیم تو صورتتون زبر چقدر به من چسبید. اجازه بده دوتای تموم پس تو افتتاحیه میبینیم تو دیگه. باجه بریم سیمین
کار زندگیمو انجام دادم. میدونی که اصلا خوشم نمیاد کسی رو ماچ کنم. به من که نگو جهان، من 1000 بار مردم و زنده شدم. هنوز داره قلبم میزنه. چی شد؟ سعیده الو مامانی میبینم که خسته و داغون نشستی. مأموریت انجام شد؟ بله انجام شد، ولی مردیم و زنده شدیم. دیگه هم از این لقمه برای ما نگیر. چشم. فقط 10 دقیقه دیگه کار انتقال اطلاعات تموم میشه، باید بریم درش بیاریم. وای باشه. چی میگه؟ جهان 10 دقیقه دیگه میریم برای خداحافظی. بد نیست ماچش نکنی؟ سیمین نیروی کاری زبده‌ای که آوردین کسر خوابم داره انگار. ببرید سر جاش بخوابونین بعد خواب نشه. نه، این ناصر خانو باید آروب بیدار کرد. ناصر خان چیه؟ رسیدیم؟ هنوز تو فضای تونله. فکر میکنه هنوز تو فضای تونلیم. میخوان راجع به تونل یه توضیحاتی بدن. بنال با تشکر. با توجه به نقشه‌های دقیقی که داریم خوشبختانه پی بانک خیلی عمیق نیستش. ببینید شما برای رسیدن به بانک خیلی دیگه به کندن اضافه نیاز نداریم دیگه. ببین درسته؟ از بانک مستقیم میریم پایین، از زیر مستقیم میریم روبرو، مستقیم میایم بالا، از کافه میایم بیرون. چی شد؟ اینجوری که کافه خودمون میایم بیرون که هرچی. خب خوبه، کار سبک شد. فقط مونده 60 متر تونل کندن، رفتن توی بانک، باز کردن گاف صندوق و برداشتن پولا. پولا رو بذار سر جاش، ما اونجا کار داریم، زیاد کار داریم. ولش عرض تونل 1 متر ارتفاعش کنیم. آقا ناصر یه جوری بعد اونقه انگار اون حلقه‌های ازدواجش فروخته ما رو آزاد کرده. اونجا میشنوه. چی؟ میشنوه. میگم بشنوه هر دیگه. 10 متر باید یه شم بذاریم. آخالی دیگه. من به خاطر اینکه تو هزینه هم جلو بیفتیم از این شمای وارمری دارم. نه منظور از شم اون تیرکاییه که میزنن که سقف ریزش نکنه. ولش کنیم بگذاریم. من حساب کردم اگه روزی 5 متر بکنیم 2 هفته‌ای میرسیم زیر بانک. نکته مهمی که باید بهش توجه داشته باشیم چی نکته مهم چی؟ خوابید. وای سکته کرد. ماما سکته کرد. دهنش مجید ترس نکن. خوابه مجید چته؟ چه ناز خواب. همه گرفتاریامون یه طرف، این پایان بازه اینم یه طرف. امشب چیزی از این در نمیاد. مامان جان من و سعید بریم میشه بچه‌ها. ملیسا جان من اومده برای افتتاحیه یه فکرایی دارن. اینقدر ایده های خوب داره. با بچه‌ها قول گذاشتیم که دیگه شما دغدغه کافر رو نداشته باشید. بریم. بریم. سر قامت‌های بند. جان اینا کی بزرگ شدن انقدر؟ سیمین جان بچه‌ها شگفت انگیزن. چشم به هم میزنی میبینی رسیدن به سن بلوغ. آخه خوشگل من اون روزی که تو بخوای بشی مدیر من بشم دست تو که روز مرگ منه. آره مدیر رو نشیدم. سپید چشاتو بعدا سپید جان من فدا شم. من تو منو بذاری. بابا تو مثلا عدیلی. خودت بیا تحویل بگیر. به من میگه بیا بشه دستیار من. ما این همه الان جلو مامان بابا داشتیم از رفاقت و همدلیمون میگفتیم. بعد شما وایسین دارین همدیگه رو چنگ آقای محکم چه درد میگیره دیگه. از رفاقت حرف چی شد؟ نایت خانم شما چرا چیزی بهشون نمیگی؟ من چی بگم بهشون؟ من که بانوی اول کافی شاپم. اینا دارم واسه نفر دومی میجنگم. این چه عذاب گلالود داره ماهی میگیره.
ببین خوشگلم اونجا کافه است با کلاسه، هر وقت کله پزی زدیم شما به شما. آخه قربون همه میدونم من تخصص دارم تو قهوه. تو چی؟ تو تخصص داری تو عکس گذاشتن با قهوه. همونم بلد نیستی. تو همونم بلد نیستی. تو فقط بلد نیستی یه مش تابلو رو برداری حروم کنی یکی دیگه بیاد بخره. آره تو همونم بلد نیستی. من نمیفهمم این همه جنجال توی خونه برای چیه؟ بابا 5 ساعت مدیریت هم کم نیست. این توی 5 ساعت هم میتونید مدیریت کنید. هم میفهمید که در این دنیا پست و مقام برای هیچ کس وفا نکرده است. مدیر که منم که. باشه پس توی این 5 ساعت من هر کی زبون درازی کنه میندازمش بیرون. خب تو 5 ساعت بعدی خودت اخراجی، عقلم نداری راحتی آخه. خیر سیستم فقط تشویقیه. حالا کلا من یه باریستایی میشناسم که میتونه برامون کلاس آموزشی بذاره. همیشه ایده‌های تو درخشان ترینه ملیسا جانم. فقط ما چون وسیله‌های اینجا رو یکم فروختیم و اینجا یکم اوضاعش خوب نیست، میشه هماهنگ کنی فردا خونه شما؟ ببخشید. چرا نمیشه عزیزم؟ بالا مشکلاتتونو که همیشه پدر من رسیدگی کرده. اینم روش. خیلی ممنونم. خب عزیزم خودتو معرفی کن. خیلی ممنونم. خانم ها، من باریستا آناهیتا هستم، دارای گواهینامه بین‌المللی کافه‌داری از فرانسه، گواهینامه عمل‌آوری نوشیدنی‌های دمی از ایتالیا، گواهینامه مدیریت کف و دیزاین از اسپانیا و البته گواهینامه میزارایی و تزیین از مؤسسه مادام مینوئره اتریش. خیلی خوشبختم. ملیسا جان سلام، خوب هستید؟ سلام خوب هستید؟ من با دوستام دارم میرم بیرون. شما هم دیگه اینجا راحت باشید برای خودتون، قشنگ بیال بچرخید. مثل اکثر آقایون حوصله این چیزا رو ندارین، نه؟ آره خانم، من بدم میاد از این جمع. راست حقیقتش با دوستام خیلی بهم خوش میگذره. شوهر مرحوم منم همیشه رفقاش رو ترجیح میداد. مرحوم؟ پدر جان خدا نگهدار. خداحافظ. سلام علیکم. ای بابا. اتفاقا جمع خوبی آدم نبین لطف این به هم اینو نگاش کن. آخ چی دراز مهربونیه این. پدر جان دوستاتون منتظرتون. ول کن دوستای الدنگمو، بذار 2 تا چیز اینجا یاد بگیرم. فرصت خوبی. بسیار خوب. بفرمایید. خیلی مهربونه لعنتی. شروع میکنیم. خب اولین قدم این هستش که شما باید سفارش بگیریم که باید خیلی دقیق و حرفه‌ای انجام بشه. شما فکر کنین توی کافه یه مشتری میخواد بهتون اسپرسو سفارش بده، شما چی بهش میگین؟ ما میگیم بشین تا بیارم. نه ببینین، مشتری وقتی داره سفارش میده داره یه سری اطلاعات شخصی به شما میده، مثل اینکه خسته است، شاده، غمگینه، شکست عشقی خورده، یا اینکه اصلا چجور آدمیه. باریستا جان اینو بسپر به خود من، ید طولایی در این قضیه دارم. فقط یه سوال، اگه یه خانم زیبایی نامزد دیو سیرتش بهش خیانت کرده باشه و این خانم شکست عشقی خورده باشه، چی باید سفارش بده؟ ناهید خانم این الان چه سوالیه دارین میپرسین؟ دختر قشنگ شما دهنتو ببند عزیزم، این 4 تا بزرگتره. اتفاقا سوال قشنگیه، ما از این سوال نباید ساده بگذاریم. خب مهربون چی سفارش باید بده؟ ببینیم چون توی حالت احتیاطاً احتمالاً کم کافئین. دمنوش خارخاسک. الان شما دارین نوت برمیدارین دیگه. آخرین باری که نوت برداشتین کی بود پدر جان؟ بله عرض میکردم مهربون. ها من سوالی دارم. اگه یک آقای بدبختی که متوجه تنهاست، بعد این بابا گرفتار یه دختری شده، دختر لاغری که صداش شبیه جنگیره، میفهمید؟ گرفتار اون شده الان. بعد این دخترم نمیره، از آب گل در اومده نمیره. بعد الان این آقاه که عرض کردم بدبخت و تو فشاره، اگه بخواد به اون خانومه که ایشون گفت کمک کنه، چی باید سفارش بده؟ اینا خب این یه مقداری پیچیده میشه. ممکنه لازم باشه چند تا نوشیدنی رو با هم سفارش بده. خانم فدا سرتون دستتون بازه. همه سفارش بدید. این بابا پیله است، هر جور شده میخواد کمک کنه. ببینید اگه این یارو شده آیس ماکیاتو رو با جوشونده خارشتور با هم بخوره بریزید تو حلقش، این باید کارو در بیاره. میفهمی مهربون؟ حالا یه چیزی هم هست، شاید همینجوری الکی یه چیزی سفارش داده باشه. خود کرده که الکی یه چیزی ما ببین جلوی من اولین اشتباه آخرین اشتباهه. آره اینو بفهمید، من بد تنهام. حالا اگه اون خانم بخواد به اون مرد مزاحم بفهمونه که مشکل من به خودم مربوطه، به هیچ کس ربط نداره، باید چی سفارش بده؟
اگه آقایی بخواد به دختر جنگیر لاغرش بگه 5 دقیقه خفه شو ببینم چی یادداشت دارم میکنم همه رو قاطی کردم، اون چی باید سفارش بده؟ گد کشته مخلوط با خاک بی کیفیت. دستگاه آنالایز انقدر دقیق نیست. مطمئنی پسش برمیاد؟ وقت نداریم تلف کنیم. یه قلمبه پختگیه. حس جهتیابیش از گازهای کانادایی قوی تره. نم خاک و بو میکشه. یعنی اون حلقه ها رو جای خوبی سرمایه گذاری کردی بانو. این نقطه رو چی میگن؟ اسم خوبی داشت. آها، نقطه طلایی. نقطه طلایی رو پیدا کرد. جسارت ما نباید از کف شروع کنیم؟ کف رو باید بکنیم، وقتی میخواد تونل بکنه از کف نمیکنن. منطقیش هم اینه که این فرق حرفه‌ای با بقیه است. بانو، ما الان زیر زمینیم. تو زیر زمین که کفو نمیکنن برن زیر زمین تر، دیوارو میکنن اینوری میرن. ببخشید. تو این لحظه سخت خوشحالم که کنار همیم. میخوام یه تشکر ویژه بکنم از همسر محترمم سیمین عزیز. مامان جان بغض نکن. بغض ندارم که میگه قاج رفته تو حلقه. بچه‌های دلسوز و فداکارم و بانو ناهید. باشه جان. حالا دیگه نمیخواد خیلی حرف بزنی. کلنگ ساختمون بیمارستان که نمیخوای بزنی، از بعضیا تشکر کن. مامان جان اون میشنوه. میگم اون بشنوه. با من بحث نه بانو، من هیچ وقت انتظار تشکر از کسی ندارم. من هر کاری کردم قدر رفاقت بوده. خب حالا این چجوری کار میکنه؟ بابایی من فیلمشو دیدم، اون نوکشو میذاری وسط زمین، دستا دو طرف، بعد سرسینه جلو چیز عقب. چرا انقدر سختش میکنی پدر جان؟ نوک مته رو میذاری رو نقطه طلایی، فشارش میدی، بعد این دکمه‌شو فشار میدی، همون چیزی که توضیح دادم میره تو دیوار. جان خدا نگهدارت باشه. سیمین برو میخواستی بگی؟ برو. نه هیچی، میگم خدا نگهدارت باشه. برو. صبر کن. همین جمع باز کرده نگاه صندوق. با اجازه همگی آقا ناصر، با اجازه. نترسین، چیزی نیست، برق گرفتهش. خب بچه ها اینم بهتون بگم، از این دستمالای ماکسی رول میتونیم به جای دستمالای پارچه‌ای توی کافه استفاده کنیم. خب ببینیم میزارایی و دیزاین یکی از مهمترین اصول کافه‌داریه که باعث میشه شما با کافه های دیگه تفاوت داشته باشید. خب پس دستمال رو الان به شکل مربع تا میزنیم. این طرف رو میاریم اینجا و تا میزنیم. این طرف هم دقیقاً عین همونجا. حالا برش میگردونیم. دوباره سمت راست یه تا میزنیم، دوباره سمت چپ یه تا میزنیم، حالا دوباره میاریم بالا یه تا میزنیم و حالا این قوی زیبا آماده خودنمایی. خب حالا قوهای شما رو ببینم. الان اینا قوان؟ این قوه دیگه. ببینید حالا قو که نه ولی تر قوه. نکن این توکشه، خب منقارش، این چششه اینجوری، این گردنش. میشه گردن بلندی داره درازه مثل خودت. این کجاشه؟ این پاشه. این یکی از لنگاش روی لنگ ایستاده. این قوی من. ببین باریستا جان، ما از این ماکسی رولا که تو کافی شاپمون داریم باهاش قوهای قشنگتر هم میتونیم درست کنیم.
بفرمایید. خب عزیزم قو سخته، یه جوجه رنگی یه چیزی چیه؟ صبر عزیز من، صبر یکی از مهمترین خصوصیات افراد توی کافه است. شما فکر کنین مشتری موقع سفارش خیلی طولش میده، شما چی کار میکنی؟ ما بهش میگیم آینامه رو انقدر لفتش میدی امتحان شهر رو میخوای چیکار کنی؟ من میگم میخوای منو رو ببر خونه، هر وقت به جمع‌بندی رسیدی برگرد. تو دهنتو ببند. نه نظر من چیز دیگه ایه. اصلا نباید به مشتری فشار بیاری. آفرین، کاملا درسته. خب چی کار میکنی؟ میگم تو انتخاب اصلا عجله نکن، بالاخره بس یک عمر زندگیه. مهربون دراز. نه اصلا اینطور نیست. ببینی شما در سکوت با یه لبخند ملیح بهش نگاه کن. منو با خودت ببر میری هر جا، ببر کاری و مدرسه حتی باید موزارلا حالا بیا خوش میگذره با دالیا. آخر میمیریم، هممون میمیریم، فدای سر بعضی ها میشیم ما. فشار نده بابا، تو فشار نده، برق ازش رد شده. ماجا پاش خوش شده. فشار بده مجید، فشار بده. فشار بده. کاش من بمیرم، به خدا کاش من بمیرم. ماجا شما بمیری الان چه دردی از ما دعوا میشه؟ هیچی. جهان گوشوارهای مادرمو یادته؟ یادگاریاشو یادته؟ میفروشم اینو برگردونی زندون. مامان جان مگه اونا رو قرار نبود بدیم به ملیسا جان من؟ ول کن مجید، ول کن. بزرگترین خطر پیش روی ما اینه. بیاین به نیمه پر لیوان نگاه کنیم. میگن برگرفتگی بعضی از منافذ بدن رو باز میکنه، چاکراها رو. جریان برق قوی بود، منافذم از هم گسست. راهنمایی‌های این آقا ناصر 4 تا منافذ گسسته بیشتر به ما اضافه کرد. شنگ گسسته؟ آره. استاد تو چرت بعد از گندکاری هن. آره این اصلا دایورت هم رد کرده، رفته رو پیغامگیر. رو پیغامگیر بوکش خنج انداخت، چنگ انداخت. آخر چیکار کرد؟ نقطه طلاییش جریان برق بود. بابا چرا بی‌انصافی میکنی؟ ببان. سیم برق بو داره، صدا داره. ما متاسفانه با عدم استاندارد در ساختمانسازی مواجهیم. استاندارد نیست؟ استانداردم نبوده. هم گردن نمیگیرن. آره استاندارد نداشته. ایزو میخواست. مجید ای وای سعید اومد. سعید تموم شد؟ بله، تنها جایی از زیرزمین که سیم برق ازش رد شده همونجاست. وای خدا به ما دارو شک زنده است پدر. خدا به رویاهای مادرتون رحم کرد مجید. پس یعنی یکم اونورتر رو بکنن حله؟ نه اصلا، اون دیوار حمال ساختمونه، یکم سوراخش کنی یعنی دیگه تمام. با اجازه. قربون شما همون برقی، دست شما در نکنه، دست شما در نکنه. مامان میشه موهای تنمو نگاه کن، موهای تنمو تنها جایی که اشتباه بود توی زیر زمین برای کندن همون جایی بود که دایی ناصر تونل چرا خوابیده اون. نه بخش سیاه ماجرا فقط اینجا نیست، بخش سیاه ماجرا اونجاییه که ما باید با راهنمایی ایشون 60 متر تونل بکنیم. مامان جان مجید بغض نکن مجید. اتفاقا الان تنها جایی که شما هم باید بغض کنید. مجید ببین کار میکنه پای بابا. موهای پاشم مامان خوش شده. الان گزینه اشتباه هست شد، میتونیم با خیال راحت به بقیه کارمون ادامه بدیم. ادامه بدیم. آره ما میتوانیم. مجید سعید همونجا بشینی. بفرمایید جان. بفرمایید. اینجا بفرمایید. خیلی خوب، حالا که همه هستین، طبق قولی که به خانم فرامرزی دادیم فردا باید افتتاحیه رو برگزار کنیم. منم لیست دعوتی‌ها رو نوشتم. شما گفتین درس بگیر 63 نفر بدون بچه. ناهید خانم شما یا درس نمیدونی چیه یا افتتاحیه سوری نمیدونی چیه. ناهید خانم شما کل اون لیست رو درس بگیر. بله. بابا این افتتاحیه سوریه، فرمالیته است، فقط جهت جلب رضایت خانم فرامرزی برگزار میشه. خدا رو شکر. منم فردا دیگه نیستم تو دست پاتون باشم، کاری ندارم. بیا. نمیاد؟ نه دیگه، جلب رضایت کنین شما. باز حرف خانم فرامرزی شد شما به هم ریختید. چه ربطی داره؟ همون حسودی نشونه ضعف آدماست. اینو 1000 به خودتون نمیگیم به ما همیشه. من حسودی کردم؟ من 1000 تا چیز دیگه هم گفتم، تو این یکی رو داری میگی؟ مامان جان اینقدر هرس نخور. من هرس میخورم. سیمین جونم
دور اون قلب قشنگت بگردم. من وقتی تو رو دارم که دیگه کسی به چشمم نمیاد. وقتی تو در کنار منی بقیه زنان زشت محسوب میشن. حالا جای مادری اونقدرم زشت نیست بنده خدا. حتی میشه گفت از لحاظ زیبایی شناسی زن زیبایی محسوب میشه. مثل جورج کلونی میمونه پدر. تقارن صورتش خیلی زشت و کریم. عقرب زایده بودم اینجور نیشش درد نداشت. به هر حال این افتتاحیه خیلی خطرناکه ها. مثل بقیه افتتاحیه ها نیست، برعکسه. ما باید تا میتونیم مشتری جلب نکنیم. تا پایان کندن تونل اونجا باید بدون رفت و آمد بمونه. اتفاقا آقا جهانگیر خان اون محله کافی شاپ خیلی آدماش فضولن. ولشون کن، همه فضولن. آره. از اون محل کار منم آقای میخجالچی و خانومش بیان. قاسمی و بیاتم دعوت کنیم دیگه. قدمشون رو چش من. پدر ملیسا جان منم باید دعوت کنیم دیگه. هم خودش دست ما پول داره، هم دخترش بالاخره باریستای مجموعه است. البته دستیار باریستای مجموعه عزیزم، اینو تو گوشت فقط سیمین جون فدات شم، روز افتتاحیه حواست به من باشه اونجا کسی منو به حرف نگیره ها. خدا رو شکر منم از بیکاری در اومدم، را بیفتم دنبال نایت خانم یه دفعه یکی به حرف نگیره. فردا همگی حواستون به همدیگه باشه. به هر حال ما یه خانواده ایم، همیشه پشت هم. این پیچ خیلی مهم مهارت کردنه. جا پشت رو؟ پشت. اینجوری؟ پشت. پشت هم. چی داشتم میگفتم؟ پیچ و اینا پشت هم نیست. پشت. خسته نباشی جهان جان، خسته نباشی دخترم، همگی خسته نباشی. سیمی جون من که دیگه جونی واسم نمونده، خیلی خسته شدم. بریم. اینجا خوب شد؟ همه رو خودم چیدم و خیلی خوشگل شد نه؟ ماشاءالله. ولی کلا دخترم. خیلی قشنگ شده ماما. ماشاءالله. ماشاءالله. چیا می‌خواستیم برای فردا؟ یادتون بود؟ برای افتتاحیه بله. باید سنگ تموم بذاریم ها. واقعا. پای آبروی من وسطه. قربونت برم. قصه نخور. درستش میگم قهوه می‌خواستیم خرت نکن بغل گوش من. قهوه می‌خواستیم شیرینی، بوستان و گلستان. قند، گل زیاد. پدر من یه دونه بادکنک، برف شادی. روبان نمیخوایم ببریم؟ برای چی می‌خوای؟ گفتم افتتاحیه است دیگه. روبان نمیبره؟ جان الانم پاشیم به خدا بریم. خسته نباشی. فردا کلی کار داریم. پاشو نکن این کارا رو. دلم ریش میشه اینجوری نکن ملیسا. پاشید بچه‌ها بریم. خسته نباشی. سعید باشید. خسته نباشی همگی خسته نباشی. برق نمیریم برق قطع کن. کثیف. دختر لاغرشم که صداش میشه جنگی خونه از گلاب در اومده، این باید بره نمیره. خب آره دیگه این بانک میریم پایین مستقیم میریم از کافی. سعید بشمار مستقیم میریم پایین
مستقیم میریم روبرو، مستقیم از کافه میایم بیرون. سعید خوب چیکار کنیم؟ مستقیم میایم بالا، از کافه میایم بیرون. قراره کافه رو بزنیم؟ سوزنش گیر کرده. میگه قراره کافه رو برعکس گفتم. آره برعکس گفتم. ببخشید. از تونل 1 متر ارتفاعش کنیم. نمیشه ارتفاعی از خود تونل 1 متر ارتفاعش کنیم. خیلی تاکید دارن روی این. میخوام برات داستان بگم، گوش بده بدون زیاد و کم. بگم برات از سوال ذهنیم، سوال مهم کل زندگیم، که اون چیه که خراب شده، اون مقصدی که سراب شده. بدونم دلیل گمگشتگی و بفهمم آخر راز زندگی. قدم قدم تو فکرش بودم، لای کتابا شده بود خونم. رسیدم به هر کی ازش پرسیدم، میشه راز زندگی رو بدونم. هر کتابی پلی شد زیر پام، آدما رو شنفتم از لام تا کام. خیلی جوابا خفم بودم، ولی اونی نبودن که من واقعا میخوام. گذشتم از 7 دریا، 7 آسمون تو صحرا، رفتم تا آخر دنیا، اونجا رسیدم به یه روستا. دیدم اونجا همه شاد شاد شاد، میگفتن هرچه باد آباد، زندگیشون آباد آباد و از ته جان آزاد آزاد. گفتم به سلام و صد سلام، شما رو میدیدم تو رویاهام. چیه ماجرای راز زندگی، به من بگویید این پیام. همه گفتن بهم یک کلام، باس بری پیش جادوگر و سلام. دانای کل دانایان و باخرت ترین کل جهان، اونه که میدونه دردارو، نگفته میخونه حرفا رو. برای هر سوال تو ذهن هر کی هست اون داره همه جوابا رو. گفتن جادوگر رو نشونت میدیم، دستمو گرفتن و گفتن بیا بریم اینجا پر از راه و کور راه. تو نمیدونی تنهایی از کجا باز بری. رد شدیم از لابلای جنگل و جلو پام دیدم یه کوه بلند، یه مسیر جادویی رو به نوک قله و اونا که بام بودن گرفت غیب شدن. آشتر رو برکشیدم، دویدم به سر کوه رسیدم. روی تختی از پر طاووس هیبت جادوگر رو من دیدم. زانو زدم از خستگی، گفتم جادوگر میشه منو ببینی و این رنج رو از وجودم بگیری و تو بهم بگی راز زندگی. انگاری منتظرم بود بدون سوالی و حرف اضافی و قصه یکی بود و یکی نبود. این گونه لبان به سخن گشود. جادوگر بلند شد و روبروم ایستاد، این گونه به سخن ادامه داد که چند تا ابر سیاه تو هوا چرخی زد، یهو طوفان شد و رعد و برقی زد. جادوگر چشماش خیره به من بود و راز زندگی رو بلند داد میزد. جادوگر وقتی حرفاش تموم شد اونجا نبود. برقی زد و آتیش گرفت و رفت هوا شد دور. شنیدم راز زندگی رو با همه وجود. میرفتم به سمت پایین کوه از کنار رود، در حالی که یه شیار ریز رو فرق سرم بود و یه گل زیبا ازش بیرون اومده بود. در حالی که یه شیار ریز رو فرق سرم بود و یه گل زیبا ازش بیرون اومده بود.